در انتخابات امسالی پارلمانی تاجیکستان در قیاس با انتخاباتی که سال 2010 گذشت چه تغییرات ها به وجود آمده؟ درست خیلی که به شما معلوم است انتخابات آخرین به پارلمانت جمهوری تاجیکستان 28 فوریه سال 2010 برگزار شده بود. خب بعد برگزار شدن این انتخابات با قانونگذاری انتخاباتی دو مراتب تغییرات وارد کرده شد. یکم تغییرات این از ماه اپریل سال 2012 بعد دیگر تغییرات همین سال دو مراتب تغییرات شد و 24 از 14 مارس سال 2014 و 26 27 ایلول سال 2014 یعنی سه مراتب تغییرات وارد شد. تغییرات‌های اساساً با پیشنهاد حزب‌های سیاسی با نظر داشت اون توصیه‌هایی که از نتیجه انتخابات پارلمانی سال 2010 دفتر صاحب اون پیشنهاد کرده بود، دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا اینا که روسیه بیدیپش OBSE میگن پیشنهاد کرده بود. با نظر داشت همین تکلیف‌ها تغییرات وارد کرده شد. پیش از همه تغییرات وارد شد سال 2012 درباره طلبات نسبت به نامزدها که باید که زبان دولت رو حتمی دانند. این تغییرات سال 2012 نبود، این سال 2012 وارد کرده شد. اینچنین سال 2014 هم یک چند تغییرات جدی وارد کرده شد. این هم پیش همه باشد مسئله با نظر داشت تکلیف‌های حزب‌های سیاسی تشکیل کردن حوزه‌های انتخاباتی کمیسی‌های حوزوی. پیشتر فقط یک عباره حزب‌های سیاسی نامنویس بود در قانون، معلوم نبود که کدام مقاماتش مقامات محلی پیشنهاد می‌کرد نامزده برای شامل شدن به هیئت کمیسیون حوزوی یا مقامات مرکزی نامعلوم بود. حاضر دقیق در قانون معین کرده شد که کمیسی‌های ولایتی شهری و ناحیوی انتخابات اوید به انتخابات وکیلان مجلس محلی وکیلان خلق، کمیسی‌های حوزوی انتخابات اوید به انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان، کمیسی‌های حوزوی انتخابات اوید به انتخابات وکیلان مجلس محلی وکیلان خلق با نظر داشت تکلیف‌های ساختارهای محلی حزب‌های سیاسی در حدود حوزه و شهر ناحیه فعالیت کننده تشکیل کرده می‌شود. این بسیار مهم است. خب دیگر نویگری درباره مقدار گرو انتخاباتی بسیار سخن می‌رفت. بیشتر که بسیار زیاد است. 200 نشانده برای حساب این 8000 سامانی بود. با نظر داشتیم تکلیف‌های حزب‌های سیاسی، با نظر داشت توصیه‌ای که خیلی گفتم از اون دفتر سازمان امن و همکاری بود که این زیاد است، این هم یک مرتبه کم کردن. 200 نشان دهنده برای حساب بود، 100 نشان دهنده برای حساب شد، یعنی مقدارش از 8000 تا 4000 کم کرده شد. حاضر اکنون 4000 سامانی میسپارد شخصانی که نامزد به وکیلی مجلس نمایندگان میشد. این فقط به همین دخل دارد. خب دیگر نویگری آن است که نامزدی که اگر خواهد که نامزدش رو گیرد از وکیلی بازپس گیرد، قانون پیشرو کدام وقتی که باشد تا روز انتخابات میگرفت. حاضر اینم در اساس توصیه OBSE ما تغییرات وارد کرده شد که تا 7 روز ماندن انتخابات نامزد میتواند که نامزدش بازپس گیرد. участковый زیاد کردن نشده. участковый زیاد کرد میشود. این حال ترتیبش نام وقتش نامده است. که من باوری کامل دارم که زیاد میشود. در انتخابات مجلس در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2003 که ما گذراندیم 3200 تا بود. участковый ها بود. خب احاطه که اهالی زیاد شده است ممکن است که участковый زیاد کرده شود. سال 2010 که در حدود تاجیکستان 41 حوزه تشکیل کرده شده بود، خود هم 41 حوزه میشود. دیگه مسئله جدی که من میخواستم که مثلا چندها بار شما همه وکیل تو با انتخاب کنندگان رسانیتون یک نویگری درباره ترتیب پر کردن بولتن انتخاباتی بیشتر چخیل بود. اگر زیدی کسی آواز میدادیم ما خط میزدیم، انتخاب کننده خط میزد که بعضی دست خط زد. بعد ها چیکار شد؟ دیگر خط نمیزنن، میگفتن که این نامناسبی نامزد انسان است، خط زدن اینقدر از قانون نیست، اینقدر خیلی میگفتن گناه هم هستند فامیلی خط زدن به، یا حتی اگر در یاد داشته باشید میگفتن که حزب نصر اسلام نمایندگانش که حزب خط زدن اول است، یعنی در اینجا کلمه اسلام است، این کفر است، گناه است، همین خیلی تبلیغات میکردن که خط نزنید. با نظرش علمینو خود ترتیب دیگه خیلی کرده شد. به مقابل هر یک نامزدی که در بولتن نامنویس کرده شده است 4 کنجه علامت کوادرات مانده شده است. شخصی که به طرفدار این یا آن نامزد آواز میتهد همه در داخل کوادرات علامت جمع میگذارد، دیگه کاردار نمیشود. یا اینکه کوادرات میشود که سیوکا نه، فقط علامت جمع قانونگذار معین کرده است که دقیق که شخصی که به طرفدار این یا آن نامزد آواز میتهد در داخل کوادرات علامت جمع میگذارد. چه محض جمع معنی اون که طرفدار است،
طرح نیست جمع که ما طرفدار جمع یعنی نشانه نمیگذارد سیاه و سفید هم نمیکند که در قانون پیش بینی نشده است فقط قانون جمع میگذارد یا اینکه اگر انتخاب کننده ضد همه نامزدها اوسید اگر همه نامزد خط نمیزند یک سطح علایده جایگیر کرده شد در بولتین مقابل همه نامزدهای حزب سیاسی مقابل همه نامزد حزب سیاسی همین هم هست یا اینکه اگر نوارد شد یا اینکه در بولتینی که روی خط حزب‌های سیاسی می رود در حوزه یگانه عمومی جمهوری از روی خط اونجا با طریق الفبا 8 حزب نامنویس می شود اینجا همه خیل طرفدار کدام حزب باشند الان جمع میگذارد اگر ضد همه حزب باشد اگر در آخر سطح علایده هست که ضد همه نامزدهای ضد همه حزب‌های سیاسی علامت جمع میگذارد